روزهای فرهنگی ناحیه‌های اشکاشین و مرغاب در باغ کودکان شهر دوشنبه از جانب مسئولین، اهل هنر و ساکنان فعال ناحیه‌های نام برده در سطح بلند برگزار کرده شد. هدف از تشکیل و برگزاری چهاربینی مذکور پیشنهاد و معرفی دستاوردهای ساحه‌های گوناگون از جمله اجتماعی و اقتصادی، ورزش، فرهنگ، هنر، سرود و موسیقی خاص این دو ناحیه در دوام 35 سال صاحب استقلالی ارزیابی کرده شد و در رفت آن نمایندگان مقامات دولتی، ساکنان و مهمانان شهر دوشنبه از گوشه‌های نمایش هنرهای مردمی، فناهای خاص بدخشانی، نمایشگاه خوراک‌های ملی و مصنوعات دستی هنرمندان دیدن کردند. در سطح بلند تشکیل و برگزار نمودن روزهای فرهنگی ناحیه‌های اشکاشین و مرغاب با پیشنهاد مال و محصولات و دستاوردهای ساحه‌های گوناگون از آن گواهی می‌داد که ساکنان فعال اهل فرهنگ به احیای هنرهای مردمی، رشد صنعت، عنعنه‌های نیک نیاگان اهمیت خاص می‌دهند و به استقبال 35 سالگی استقلال دولتی جمهوری تاجیکستان آمادگی همه‌جانبه دارند. یادآور باید شد که هدف اساسی برگزاری روزهای فرهنگی پیشبرد سیاست سازندگی و بنیادکاری گرامی داشته فرهنگ و معرفت ملی، ترغیب میراث فرهنگی منطقه‌ها، دستگیری هنرمندان، تحکیم رابطه‌های فرهنگی بین شهر و ناحیه‌ها، معرفی محصول زحمت دهقانان و کشاورزان و دستورخوان پرناز و نعمتی تاجیکان می باشد. همین طور در چهاربینی هنرمندان و اهل فرهنگ ناحیه‌های اشکاشین و مرغاب با اجرای سرود، ترانه‌های وطن دوستانه، رقص و آهنگ‌های ملی و صحنه‌های جالب فرهنگی به محفل شکوه تازه بخشیده فضای چهاربینی را خاطرمان و دلنشین گردانیدند. در انجام از جانب مقامات دولتی برای برایت ناحیه‌های بالاذکر تحفه‌های خاطروی برای تشکیل چنین یک چهاربینی فرهنگی سطحی بلند سپاریده شد.